اکنون چیزی اساسی برای طبیب روشناس، برای دکترگویی چیز است اینجا؟ به واسطه سخن. سخن زهر و پازهر و گرم است و سرد، سخن تلخ و شیرین و درمانی درد. از این کلمه ها الکی معلوم میشد که سخن زهر آدم میکشد. ما اینو از روزنامه ها دیدیم، از مناسبت آدم ها دیدیم. مثلا 2 سال پیش یک مقاله چاپ شده بود، زیستن میخواهم. محرری پشته اون مجله کمسمال تاجیکستان بود، حالا جوانان تاجیکستان. عطا همدم یک دختر از رایون های به فکرم قانچی که اعضای کمسمال خودش کرسین انداخته سوزاندگی. وقتی که بیمارخانه ما میخواستم زنده مانم گفته. همین تاثیر یک منفی سخنی یک خیشه شده که دخترت بیجا کرد. من تاثیر سخن که آدمای میکشن. اگر ما امروز آنالیز کرده بریم که برای چی در ریسپوبلیک ما مقدار خودکشی خودسوزانی بسیار هست، به واسطه معامله نادرستی آدم‌ها در زندگی، در جایهای جمعیتی، در جایهای کار، نفهمیدن یکدیگر. خوش، کلمه گیپنوز خودش چی معنی دارد؟ در زبان تاجیکی ترجمه کنیم به واسطه خواب است رفیقان. نه که بین خوابی که ما شب‌ها خواب میریم، خواب فیزیولوژی عادی ما از خواب گیپنوزی چی فرقیت هست؟ مثلا وقتی که ما خواب عادی میرویم، در اینجا به واسطه سیستم عصب تماما بیهوش است. گرد و اطراف کی گپ میزند چی میشد ما این گپ‌ها رو قبول کرده نمیتوانیم. وقتی خواب گیپنوزی با خواب طبابتی به شما دائم سخن‌های دکتر رو مثلا شنیده میستید. تمام ارگان‌های داخلی ما رو به واسطه سیستم عالی عصبی داریم. مثلا معنی سبب مرکزی خنده هست. همون مرکز بیدار شد آدم خندیدن میگه. مرکزی خنکی حس کردن، مرکزی گرمی حس کردن، مرکزی اداره کردن کار دل، همش سیستم عصب خطی. برای همین مثلا سادی گفته که بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند، چو عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. دندانتان درد میکند خوابتان نمیبرد، دستتان خار میخلد خوابتان نمیبرد. برای همین ارگانیسم یکدیگرش مانند. هر چقدر مثلا بسیار آدمات نزد من میگن که دکتر من دق نفس هستم، شما من توبات کردم میتوانید؟ من جواب میدم که یک چند نمیدی دق نفس هست، نه که به واسطه ما شما آرام کرده میتوانم. سیستم عصبی شما که همین شرایط مهیا شد، ارگانیسم شما خودش همین بیماری خودی مبارزه بردنش ممکن است. تاثیر یک سخنکتی تپش دل زیاد میشه، فشار خون بالا میشه، آدم به ترس و وهم پیدا میشه. خیلی بسیار آدمایی که مجله های ریسپوبلیکی میخونید، من بعضی مقاله های نوشتم مثلا درباره ترس و وهم. همین ترس و وهم اگر امروز آنالیز کنیم چطوره که در کجا بگم از تمام گوشه کنار ریسپوبلیک و حدود اتفاق آدما میبینم. من خیلی خلاصه برآوردم که نسبت به ملت روس زبان گویم در بین ملت ما ترس و وهم بسیار، چون که از همین خورده میگویم بیرون نبرو عجینه هست، دیو هست، جند هست، من همین چیز پیدا میشه. مثلا گویم یک سبب پیدا شدن لکنت زبان، گرفتن زبان در بین آدم، همین تاثیر منفی سخن. وقتی که ما در کورس روحشناسی در لنینگراد میخوندیم، در همونجا یک باغچه آنالیز کرده برآوردیم سبب گرفتن زبان در بین بچه‌ها. همون پیشخدمت هر بار میگفت است که اگر ویا خوراک نخورن، افقات خورکی نباشد داداد میمرد، آچد میمرد. هر یک کودک پدر مادر خودش دوست می‌دارد. برای همین تاثیر منفی همین سخن و لکنت زبان آورده رسوند. یکی آدما میگن این ناز بود همین خیلی پیدا شد. سخن که جای نشانی خودش برسد آدم میکشد. چطوری که درباره گیپنوز گفتم این خواب است، این خواب مخصوص مثلا برای که شما نختر فهمید، زن مادر دو سه شب کودکش بیمار وزنین خوابش نمیبرد، روزانه خوابش سخت بردگی میبید، داد میزنید، حتی میجمونید که بیدار شود و بیدار نمیشد، چون که معنی سری وقت خسته شده که همه جای وقت پروسسی آرامی حاضر معنی سر هم تو که کودک گیره کرد و داره بیدار میشه. معنی سر انسان با پونکت های نوبادار هست. چطوری که امروز ما نوبادارهای یاری تجلی ملیت داریم، همین خیلی چیز هست، در همون چیز قبول میکنه. و برای که شما نفتر فهمید من آدمای در نزد آینی نیلگون بگید همین چیزهای درک کنن، یک مقایسه کنیم که معنی سری ما این لنته مغناطیسفون، مثلا بعضی موسیقایی که ما ثبت کردیم و نوفورم شما گوش کردن نمیخواهید، همین وقتی گیپنوز و همین تازه کردن موسیقی نه ثبت میکنن. یا که بعضی سخنهای قبیح که شما گفته که شما ناآرام هستید، دل یک سر انجام دید، همین از معنی سر شما تازه کردن نقطه نه ثبت میکنن، همونجا شما الکی شفا یافته میگیرید. دوستان، از سبب آن که وقتی ما کم است، برای ما همگی
1 ساعت و 30 دقیقه وقت دادگی در این تالار ارکای من نگاه کنم بسیار بیمارانی که من اینها که سر کاردار شده بودم طبابت گرفتن حضور دارن و اکنون من در اینجا درباره بیماری ها در پروسس معالجه شرح میتیم. همه آن شخصانی که در زل هستند در نزد آینه های نیگون هستند پروسس طبابتی شما دوام دارد. شطوری که گفتیم اخلاص و خلاص باوری اعتقاد بسیار بیماری ها با شفا میبخشد. لیکن من یک چیز دیگه آخر با همین گفتنی هستم که چنانه که شیخ و رئیس بابای ما ابو علی سینا گفتند علم طب 3 شاخه دارد: تیغ، سخن و گیاه. مثلا وقتی که دست ما بریدیم خون رفتن گیرد، ما شما گیپنوز کردن گیرم خون میرد و انسان میمیرد. در اینجا گیپنوز یاردم نمیکنه. در اینجا بیوسته متد های جراحی. مثلا شما خودتون یک بار دو بار سرتون درد کرد یا دلتون درد کرد، خودتون رو تلقین میکنید که شما یگان با کسلی گنده گرفتار شدید. نزد دکتر میرید، از تجهیزات های طبی میگذارید و شما میفهمید میتونید که یگان علت نیست. الکای همین کلمه شنیدن برابر شما تست شفا میوبید. مثلا من اینجا با یک مثال آوردنم ممکن که من چند وقته که در قره‌ای بالا در مرکز کاردیولوژی کار میکردم، بعضا برای مشاهده رفته روزهای کنسولتاسی پروفسور بختیار پاچامیرویچ سر متخصص ساحه کسلی‌های رگ انکولوژی می نشستم. همون آدمایی که باید که نزد قبول همون آدم می آمدن، اگر من عکس آنها میگرفتم و یا گویا که دلش از دنیا خنک شدگی، هم پشتا منتظر هیچ میشه. حتی که وای طبیب اونجا دیده گفتن که شما با کسلی رگ نیست، الکای باور کنید آدم نمیشناسید. از همون درونی کابینت برآمدن همون گل شکفتگی چهره‌های وای دل کشافتی برآمده میره. نه شخصانی که میگفتن که برای معاین کردن خوابوند رنگین و دیگه چیز کردن در کار، همون خود و زور میکشه دیگه برای قدماش مونده میرن. این تأثیری من باز دیگر اثبات میکند که تأثیری سخن است. بنابر همین بیت ها چطوری که میگویند سخن از دهانی لقمان خوش است، در این تالار من از شخصانی که من طبابت کردم حضور دارند و میخواهم که آنها چند سخن چه خیلی بیمار بودن و چه خیلی شفا یافتن گپ زنند و در پروسس همون صحبت ما سوال و جواب میکنیم. بعد یک التماس هم که اگر خواهشمندها بعضا سوال دادنی باشد، سوالها به واسطه مکتوب خطی شود بهتر میشود. مرحمت. همون میکروفون به فکرم موبایل بمانده. هم موبایل میکروفون هم برای میشه. رفیقام من بعد هر طرف میکروفون هست، کوشش کنید تا که وقت نگیره تو لینت رفت شده است، صبر رفت شده است، همین بعد نزدیکتر وقتی بریتون از میکروفون. پنج سال پیشتر بعد از بیماری گریپ من با بیماری تیق نفس گرفتار شدم و این بیماری خیلی من بسیار عذاب میداد. من از شهرهای دولت و از رایانی شمسته بود. من در ناحیه خودمون یک چند مرتبه در بیمارستان خود طبابت گرفتم و دکتران گفتند که طبابت بیماری من قریب که طبابت نشونده است و من رو به شهر دوشنبه به قریه بالا فرستادن. در آنجا من 1 ماه طبابت گرفتم. در اینجا هم دکتران گفتند که احوالتون خیلی خوب شده که لیکن تا با آخر طبابت کردن این کسلی ناممکن است. و به من نصیحت کردند که از جای زیستم کمی دیگر کنم و به دیگر ناحیه ها رفته کمی زندگی کنم، ممکن احوالم بهتر شود. بعد از آن من به طرف های کاوکاز رفته یک چند مدت در آنجا زندگی کردم، به نزد پروفسور در آمدم معالجه کردم. راستی گپ احوالم کمی بهتر شد. بعد از باز با تاجیکستان برگشتم، باز همون کسلی خروج گرفت. بعد آهسته آهسته این بیماری الرژی داد. من از همین بوی‌های اتریو، بوی سیگارت، بوی بنزین و بعضی رستنی‌های مانند پودینه، همین که بوی‌های آنها با من تاثیر کرد، پریستوب می‌گرفت، نفسم تیز می‌گرفت و با من نفس‌کشی دشوار بود، صفحه‌های سخت عذاب می‌داد. راستی گپ از ترس همین پریستوب‌های تیز پریستوب می‌گرفتگی من حتی با کجا برآمدن هم می‌ترسیدم، چون که از بوی ماشین‌های راهگذر حتی می‌توانستم بعضا نفسم گیرد.
بعد به من مصلحت دادن که در خجابیگرم طبیبی هست با نام مولا ظهور طاهری و اگر علاج باشد به آنجا رفته طبابت کنید. این به فکرم امید آخرین من بود. من به خوشبختی به من میسر گردید که پوسیقه گرفته در ماه مارس به خجابیگرم رفتم و در مدت 1 ماه مولا ظهور طاهری مرا طبابت نمودند. اون کس مرا نه تنها با گیپنوز بلکه هر روز مدت چند وقت اون کس با ما با یک چند بیماران درس ها می گذاشتن و در این درس ها با ما خود معالجه کنی خود تلقین کنی را می آمیختن. یک چند ادبیات های گوناگون را با ما میدن تا که ما آن را قرائت کنیم و با این ادبیات ها ما خود را می توانستیم طبابت کنیم، خود را آرام کنیم. از بین چند وقت گذشت من حاضر راستی گفت این بیماری تماما در بدن من نیست، نفسم نمیگیرد، قریب که الرژی هم نیست شدگی من بوی اتریو دیگر بوی‌ها رو با آرامی نفس کشیدن میتوانم، یکم خیلی درد رو حس نمیکنم و از فرصت استفاده برده میخوام به دکتر طاهری رحمت کلام کنم. سلامت باشید. نکه همجا یک زلب برای شما همجا با نازی من بیدم. دوستان عزیز، من یک چیز دیگه گفتنی هستم که مثلا در بین ما هم خیلی چطوری که من گفتم از صحبتی من با شیخ مصلح الدین در باره گرم و خنک و در باره دیگر چیزا گپ بود. همه خیلی نقل و روایت ها هست که شبکه سحرناک، بلغه سحرناک دیگه چیز همین شخصانه که همون شخصانه که مثلا گیپنوز به داده میشوند همونا به تاثیر میکنن. مثلا بعضا میگن که داملاها پوستک بازی دارن دیگه کار یا آدم یگان نمودی حیوان به مبادل کنن. دوستان این خیلی نمیشود. آدم مثلا نمودی خر، نمودی سگ نمیگیرد، نه که رفتارش هم خیلی میشود. من این خیلی تجربه های گذراندگی فقط خواهشی آدم وقتی باز از همین استفاده برده گفتنی هستم که موافق فرمان کلیگ وزارت نگهداری تندرستی و وزارت مدنیت از سال 84 غیر از طبیب، غیر از دکتران با اجازه داده گشته که برای سیانس های گیپنوز گذراندن. نه که من نمیدونم برای چی همین سرک اومدن نشون میتونن یا که مردمی ما نمیدونن. این الکای انسان با تاثیر منفی میرسونه. چون که طبیب الکا و میتواند چه خیلی کار کند، مثلا وقتی که سخن تاثیر نکرد کدام دارو استفاده برد کدامش نبرد. یک همین ریسپوبلیک ما بعضی همین کارگرای مدنیت سرک و دیگه چیز آمده فکر خلق وایران میکنن درباره گیپنوز و درباره چیز است. مثلا فرمان هست که آدمایی که علم مخصوص ساحه طب گذشتگی نیست جزای سودی گیرن. مثلا برابری حاضر همین رساندن همین بالگوچه پیشانه همین آدمی صحت میگویم البته بیمار نمیگویم، چون که بیمار گویم نزد امام استادگی دکتر با حالت خوب میبره. من از بینید البته آدم معطوف شد، تماما خوبش بود. من گپی زیادی نزدم. برای همین بعضا نزد طبیب‌ها بکن بعضی آدم میرد که تلقین میکند و دو دهان گپی نقد میزند و خودش نقص میکنه. حاضر حالت خوبه. من یک چیز دیگه فهموندن شما با دوستان. من اینجا یک اپارات آوردم همراه خود که مثلا بعضی آدم‌ها پیدا میشوند که دستای من تاک دارد دیگر چیز دارد گفته همین چیزای وای میکنن. ارگانیسم ما یک الکتروستانس همه ما تاک داریم. پروسس مبادله ماده ها ابمن میگه یک ارگانیسم به زیادتر یکش به کمتر این فقط در نتیجه تاثیر سخن زیاد میشه. من حاضر یک چند تجربه همین شما بود نشون دادنی هستم همینجا به یک بار. مقصدی حاضری ما از همین عبارت است که شنونه که در وزارت تندرستی ما گفتن که فقط باید که شما خلق فهمانده دید برای همین ما تلویزیون اجازه میتیم، نه که سیانس های گیپنوز من است، نه که ما با شما میگردانیم با مصلحت میکنیم این چیزها همین چیز میبینید. از دستم میگیرم چشمک شده میشه، چشمک شده میشه چشمک شده میشه. از دستم میگیرم سرطان پیش میره از پشت میره، از طرف راست میکشد، از طرف چپ میکشد، اکنون بدن لپش خوردن میگیره. چشمی کشاده هم که گیپنوز کردن ممکن. آدمی که گیپنوز بغلطد من دیسوده تا چشما کشادگی این آدمی که گیپنوز میغلطد. حرکت‌ها قطع میشوند. اکنون درباره تاثیر دست گرمی و اشکاتی. از روتون گرم میشه. گرمی هست حاضر. گرمی هست حاضر. از گرمی 10 مراتب زیاد میشه. خودی اتوکی سوزان بار این گرمی زیاد میشه. ایستاده ده چشم کشاده اتوک گرمی سخت. من این تاثیر سخنگفتی آدما میگن که تاک هست و دیگر چیز هست. مثلا خیلی که من گفتم ریاکسی شیمیایی میراد ارگانیسم ما با خب برای که خسته شدید شما حاضر چشم پوشیده میشوند، خسته شدید شما هم یک خنده تا ضربه یک آرام شید کمتر. من حاضر دستم میگیرم مثلا اینا
кинои бисёр хандаовар тамошо кардем, ханда бимедонам. Баланд механданд. شما هم میخوانید تازه جون. کدام کنای دوست دارید شما؟ کدام کنای دوست دارید؟ کدام کنای دوست دارید؟ کنای کافکاسکا. کافکاسکا پرنس. شما ندیست دارید؟ مثلا برای چی همین پیدا شد؟ مرکزی به واسطه بیناییش بیدار شد این آدم همون چیز دیست داده است. دستم میگیرم چشما گشاده میشن خودتون بسیار سبک نفس میکنید رفته ضربه میشینید. چشما گشاده میشن تمام خودتون سبک میکنید چشما گشاده میشن. دستم میگیرم چشما گشاده میشن. چشما گشود. خیلی اسکار شدید. سلام گشته. دوستان عزیز من همه آدمایی که گیپنوز به داده میشن گیپنوز میشن مثلا همین خیلی میشد که آدما در نتیجه ترس و نابینا میشن چون که مرکز بیناییش کرخ میشد همون چیز نمیبینن بعد یگان دعا میخونن یا که یگان طبیب میرن و تلقین میکنند که شما نقش شدید و نقش میرن مثلا از ترس آدما فلج میشد کار میشد کور میشد همون صورت‌ها مثلا آدم‌ها توبات کردن ممکن خواهد اینجا بیمارو گام میزنن با ما شرح میتیم کسلی دیق نفس چون که بعد این سیانسی تلویزیونی بسیار آدمای دیق نفس آواره شده نزد ما و نویتا همه دکترایی که در همون رایون‌های شما هستن همون نقطه مصلحت کنید که در همین جا متد پسیخوتراپی یاردم میکند یا نه خلق یا گپ شنید از همون جا آواره شده بیکو سر و سرسامی کرده چقدر خراجات کرده خودش عذاب داده میگن مثلا دیق نفسی این آدم حاضر من اینجا نگذاندم من باید دیگر اگه کامرای نشون تیان کلمه اوکروب یکمی مراتب پیدا شدگی اوکروب حاضر آدم میسولفد من دیسوت سولفا دارم کامرای اگه باید باشد نشون تید همون یکم خطر بشتگی کلمه اوکروب برای و آدم کلمه زهرآور یکمی مراتب وقتی که اوکروب شروع کردن با همین پریستوپ کاپیدگی این آدم خودش به سیگنال مونده که من همه کلین حاضر بهتر شدگی نقش شدگی پیشتر اوکروب میگفتیم و کاب شده میرفتن همین آدم چون که شعور علاقه سیستم عصبی خودش به پروگرام مونده که همین کلمه یا که بوی ادیکالون گویم بوی دوخی من به اون کسلیم خروج میکنه مثلا بسیار کسلای دیق نفس بودگی خودش هم خیلی تنقیح میکنن که بهار شد من همین بهار به کسلیم خروج میگیرد علاقه در سیستم عصبی به پروگرام هست خواهید نخواهید همین چیز پیدا میشه مرحمت اینجا با کی حضور دارد نوبت گام میزنید من سید قمردین از قشلاق کلبگی نزدیکتر است میکروفون دادر بلند کرد من سید قمردین از قشلاق کلبگی رایون اورژینگزوبود من سال 1987 با کسلی پای گرفتار شدم از بین 6 ماه گذشت و من با تیاق را میگشتم به نزد چندین دکترها مراجعه کردم ولی درد پای من دوا نیافت به نزد ظهور طاهری رفتم بعد 3 دقیقه و من خود را نقص حس کردم و به ظهور طاهری موفقیت های نو به نو اردوانم احمد اصحاب بغلت هوا دادی اصحاب میتجن دوستان من اینجا با مرحمت گذاشتم مثلا بعضا آدم از ترس فلج میشن این بچه همون کوهپاره رفتگی بعد از خدا آمدن نظرش به اونجا تافتگی همین 2 ماه بی حرکت بودگی بعد اصحاب بغلقتی انا همین که گیپنوز تاثیر کردگی آدم با نقشته میرد بعد این برآمدن بعضا آدمایی که مثلا بعضی کسله های معنی سر باگ خون کفات فلج میشوند اینجا به گیپنوز دوستان یاردمش تماما کم 100% ناز نمیشه چون که علاقه در ارگانیسم شما تغییرات های کلی به وجود آمده اینجا برای همین کسله های نیوروز به من آدمایی که در نتیجه ترس و هم پیدا میشن همان صورت به آدمای مثلا شل شدگی دیگه چی شدگی نقشته میروند مرحمت اوکی هست اینجا من اسماعیل خدایار از کالخانه لنینگراد رایون حصار راست که سال 1984 یک بار من کسل اینفکت